تختت نشستی، مامانت از اون ور تو آشپزخونه داد میزنه علی علی. لای وان سیلابیه، یه تیکه دیگه هم داره. رفتی خونه دوست افسردت، اونها playing این الان خرابه، همین الان کار نمیکنه برا من. Hey there everybody، سلام به همگی، چطورید؟ خوش اومدید یا خوش برگشتید به چنل زباندان و سری آموزش گرامر تو قورت بده با کتاب Basic Grammar in Use. آریان رضایی هستم، مدرس این دوره و قرار امروز با هم درس 3 رو کار بکنیم. یه نکته قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم درس رو، اگر قسمت‌های قبلی رو ندیدید حتما برید ببینید، چون پشتوانه همین درسه و اگر اونا رو بلد نباشید این درس رو هم متوجه نخواهید شد به صورت درست. و حتی برای بچه‌هایی که سطحشون یکم متوسط و رو به بالای هم اون ویدیوها به نظرم میتونه مفید باشه، چون نکات خیلی ریزی هم گفتم داخلش و سعی کردم تا جایی که میشه چیزی از قلم نندازم. پس اونا رو هم حتما یه سر بهش بزنید قبل از اینکه بخواید این ویدیو رو تماشا بکنید. بریم سراغ درس. توی درس‌های قبلی اگر یادتون باشه بخوایم یه مروری با هم داشته باشیم، ما اومدیم و راجع به افعال to be یا to be verb ها صحبت کردیم. am is are یادتون میاد، به معنای هست یا است بودن. فرمولش رو گفتیم، شکل جاگذاری در جملهش رو گفتیم که خب با هم زیاد کار کردیم و قرار شد خودتون هم تو خونه تمرین داشته باشید. حالا که درس 1 و 2 رو تموم کردیم، میریم سراغ یه بخش خیلی مهم از گرامر انگلیسی، مبحث زمانسازی. ما 3 تا زمان داریم دیگه: past، present، future، گذشته، حال و آینده. امروز قراره با هم توی بخش present یا بخش حال حاضر قسمت present continuous رو با هم کار بکنیم یا حال استمراری یا استمرار. ممکنه شنیده باشید قبلا اسمش رو، اصلا کاربردش اول از همه بگیم چیه. بچه present continuous از گرامرش زمانی استفاده میکنیم که ما میخوایم بگیم من در حال انجام یک کاری هستم همین الان، در همین لحظه. مثلا اگر بخوام از این گرامر الان استفاده کنم توی این ویدیو، میتونم بگم من در حال صحبت کردن هستم. یعنی چی؟ یعنی همین الان، دیروز نه، 1 ساعت پیش نه، 1 دقیقه پیش نه، همین الان. پس اینم مبحث این که چی هست اصلا حال استمرار یا present continuous. حالا بیایم با هم چند تا فرمول رو بررسی بکنیم. بچه‌ها ما اول از همه برای اصلا جمله ساختن برای present continuous و نه تنها present continuous، برای ساختن بسیاری از جملات، یه جوری میشه گفت همه جملات انگلیسی، ما به سابجکت نیاز داریم. سابجکت ها چی بودن؟ فاعل ها یا همون نهادامون بودن. حالا ما تو فارسی 2 تا داریم ولی تو انگلیسی یکیه، بهشون میگن سابجکتس به دسته کلیشون. و این سابجکت ها همیشه باید توی جملات انگلیسی باشن. So subject plus اول فرمول کار میکنیم، بعد مثال میزنیم با هم. سابجکت ها چی بودن اصلا؟ he، she، it، they، تقی، نقی، صغرا، کبرا، اصغر. اینا همه چی هن؟ همه فاعلن. سابجکت میتونه اسم باشه، میتونه سابجکت پروناون ضمیر باشه. میگم سابجکت ها خودشون ریز میشن که حالا کار نداریم بهشون. شما کلا بدون یه دسته داریم به اسم سابجکت که بهشون میگیم فاعل یا نهاد. پلاس به علاوه چی؟ به علاوه to be verbs. افعال بودن، افعال to be. یادتون میاد چیا بود؟ am، is، are. این am is are هم برای present یا زمان حال بود دیگه. هستم، هستی، هستند، هستیم، اینا همه to be verb بودن دیگه. درس قبلی باز رجوع میدم اگر نگاه نکردید و متوجه نشدید. پس الان شد subject plus to be plus یه چیزی داریم به اسم verb. توی فارسی ما زمانی که یه کار رو انجام میدیم اون چی به حساب میاد؟ اون فعل به حساب میاد دیگه، درسته؟ مثلا خوابیدن، نوشیدن، رقصیدن، راه رفتن، دست دادن. اینا همه فعل دیگه. توی انگلیسی به فعل میگیم verb که با v نمایش داده میشه به صورت خلاصه در فرمول ها و دیکشنری ها مخصوصا. verb ها مثل چی توی انگلیسی؟ like dance، play، sleep، walk، speak. اینا همه چی هن؟ همه verb هن، کاری که انجامش میدیم. پس تا الان شد subject plus to be plus verb. یه تیکه دیگه هم داره plus ing. این ing بچه نشون دهنده اینه که
ما کاری رو داریم همین الان در همین لحظه انجامش میدیم. گفتیم verb به کاری بود که انجام میدیم دیگه. مثلا sleep یعنی خوابیدن. sleeping یعنی همین الان خوابیدن یا در حال خواب بودن. کسی که همین الان خوابه، که حالا جملاتش رو بهتون توضیح میدم. ing و بعدش هم حالا ادامه جمله. میتونید noun بیارید، میتونید adjective بیارید، adverb میتونید بیارید و حالا چیزای دیگه که با هم کار میکنیم. اما بخش اصلی، پایه ترین بخش همینه. فاعل به علاوه افعال بودن به علاوه فعل به علاوه ing. subject plus to be verbs plus verb plus ing. بیاد بریم سراغ مثالا. گفتیم از این گرامر زمانی استفاده میشه که داریم راجع به همین الان صحبت میکنیم و یک کاری رو داریم همین الان انجامش میدیم، یه فعلی رو. اولین مثال رو با سابجکت I شروع کنیم. I plus فرمول نگاه کنید. to be بعد سابجکت ما to be داریم. برای I چه to be می آوردیم؟ I is که نداریم. I are که نداریم. چی میمونه؟ I am. پس I am یه verb به هم بدین تو انگلیسی. مثلا verb sleep به معنای خوابیدن. sleep. I am sleep. خب یه تیکه اضافه بود آخرش که میگفتیم نشون دهنده حال حاضره. ing. I am sleeping. تو تختت نشستی، مامانت از اون ور تو آشپزخونه داد میزنه علی یا حالا اسم ترجمه باشه. شما چی میگی؟ میگی I am sleeping. بابا دارم میخوابم، من همین الان در حال خوابیدنم، ول کن مادر من. یا یه مثال دیگه با you. سابجکتمون you باشه. you to be you چی بود؟ are. you are یه verb بهم بدین. مثلا dance. you are dance. نشانه حال حاضر چی بود؟ ing. You are dancing. رفتی خونه دوست افسردت، همیشه یه گوشه نشسته بوده، یهو صدای آهنگ از تو اتاقش میاد، میری تو اتاقش با تعجب میگی You are dancing. تو داری میرقصی. یعنی چی؟ یعنی همین الان در همین لحظه داری میرقصی. کی؟ تو. یه مثال دیگه با she تو بیشو بگین. she is. برای he, she و it ما is می آوردیم دیگه. she is یه verb. play بازی کردن. play علامتش چیه؟ علامت حال حاضر ing. she is playing. یادتونه گفتم بعدش میتونین حالا noun و حالا چیزای مختلف بیارید. اینجا میتونی بگی she is playing video games. video games یعنی چی؟ یعنی بازی ویدیویی. she is playing video games. اون داره بازی ویدیویی انجام میده. کی؟ همین الان در همین لحظه. واقعا دختره گیمر خیلی دختری باحالیه. پس she is playing video game. یه مثال دیگه با سابجکت they. they میشه چی؟ اونها. they to بیشون چیه؟ are. they are یه verb بهم بدین. مثلا jump. they are jumping. ingش هم میاد آخرش به عنوان نشانه حال حاضر. they are jumping. اونها در حال پریدنن. they are jumping. مثلا رفتی شهر بازی، یه دسته بچه اونور وایستادن دارن بپر میکنن، به کنارت میگه hey look they're jumping. hey ببین اونا دارن میپرن، در حال پریدن. they're jumping. یه مثال دیگه we چی میشد؟ ما. to be we چیه؟ we am که نداریم. we is نداریم. چی میمونه؟ we are. مثلا verb swim به معنای شنا کردن. verb فعل swim. و ing we are swimming. ما داریم شنا میکنیم. پس کاربرد present continuous یا حال استمراری چی شد؟ در لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم واقعا در حال انجام اون کار هستیم و داریم اونو انجامش میدیم. حالا present continuous یه حالت مثبت و یه حالت منفی داره مثل بسیاری از گرامرهای دیگه. این جملاتی که تا الان با هم کار کردیم همه مثبت بود دیگه، داشتیم اونا رو انجام میدادیم. حالا یه حالت دیگه هم هست به حالت منفی در جمله که ما در اون لحظه در حال انجام اون کار نیستیم. فرمول تقریبا یکسانه. بچه‌هایی که 2 ویدیو قبلی رو دیدن ممکنه بتونن حدس بزنن. سابجکت یا فاعل که سر جاشه، to be سر جاشه. اما
زمانی که بخواستیم یه چیزی رو منفی کنیم چی میومد معمولاً؟ not میومد دیگه. و not توی جملات منفی حال استمراری یا present continuous بعد از to be های am is are قرار میگیره. یعنی فرمول اینجوری میشه subject plus to be verb plus not plus verb plus ing. فاعل به علاوه فعل بودن به علاوه not که گفتیم برای منفی کردنه به علاوه verb به علاوه ing. یه چند تا مثال بزنیم با هم. مثال he is not searching on Google. he که سابجکتمونه is to be not علامت منفی در جمله searching. search به معنای جستجو کردن دیگه، فعل verb. حالا ing هم آخرش اضافه میشه. searching یعنی در حال حاضر، در حال حاضر چیزش خارجی شد on the Google، در گوگل. حالا آن و این و اینها رو بعدن توی ویدیو دیگه حتما توضیح میدم بهتون که کجا اصلا آن بیارین کجا این بیارین، چون ما تو فارسی میگیم داخل گوگل دیگه. یه مثال دیگه You are not climbing. You are not climbing. تو are to be not منفی میکنه. climb به معنای رفتن یا فتح کردن، راه رفتن یا بالا رفتن. معمولا برای کوه ها یا تپه ها استفاده میشه این اصطلاح climb. و فعل دیگه به علاوه ing تو در حال بالا رفتن نیستی. حالا آخر جمله میتونین mountain هم اضافه کنید. You are not climbing a mountain. تو در حال بالا رفتن از یک کوه نیستی. مثال آخر برای نگاتیو. It is not working. It in، حالا فرض کنید راجع به یه گوشی داریم صحبت میکنیم. شما رفتی توی یه مغازه تعمیرات موبایل میگی it is not working. It in is not نمیکنه، نمیشه، نیست. Working، work به معنای کار کردن، فعل و ing در حال حاضر. It is not working. این گوشی من الان کار نمیکنه. یعنی همین الان خرابه، همین الان کار نمیکنه برا من. It is not working. بچه این درس خیلی آسون بود و قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کتاب و مثاله خود کتاب رو بررسی کنیم حتما یادتون نره لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنید. بریم سراغ کتاب. اوکی، اینم صفحه کتاب. بچه Unit 3 I am doing present continuous. بیایم بخش A. توی تصاویر بالا رو نگاه کنید. خانومه چی داره میگه؟ I am eating که I و am خلاصش چی میشد؟ I'm. اینا رو درسای قبلی توضیح دادم. I'm eating. Eat به معنای چیه؟ خوردن. Plus ing به علاوه ing. I که سابجکتمونه، am هم که to be مونه. دقیقاً با توجه به همون فرمولی که بالاتر گفتیم. زیر عکس ها نگاه کنید. دو تا جمله گفته. She's eating. She is که ترکیبشون شده she's eating. اون در حال خوردنه. She isn't reading. She is not. is و not مخلوط شدن. isn't reading. She isn't reading. اون در حال read به معنی خواندن. اون در حال خواندن نیست. اون الان در حال حاضر نمیخونه چیزی رو. She's eating. اون در حال حاضر داره میخوره. بعدی It's raining. It جلسات قبلی با هم توضیح دادیم. راجع به آب و هوا از it استفاده میکنیم. It's raining. Raining. Rain به معنای بارون یا بارون اومدن. فعل هم به حساب میاد که بعدش هم ing آورده. It is raining. داره بارون میاد همین الان، در همین لحظه در حال بارون اومدنه. The sun isn't shining. بچه این ریشه یابی رو قبلا با هم کار کردیم. ریشه سان چیه؟ سان جاندار که نیست دیگه، یه جوری شیء به حساب میاد. پس ریشهش ایته. اگه بخوایم با ضمیر این جمله رو درست کنیم دقیقاً میشه it isn't shining. ولی گفتم میتونیم به جاش از اسم هم استفاده کنیم. اینجا گفته the sun isn't shining. خورشید، سان یعنی خورشید. isn't is و not. shining shine به معنای درخشیدن. و تهش هم ing آورده. shining. خورشید نمی درخشه الان خورشید نمی درخشه. چرا؟ چون داره بارون میاد، هوا ابریه. تصویر بعدی. اون ستا دارن چی میگن؟ We're running. We're running.
we و are با هم ترکیب شدن. we're running. run به معنای دویدن که ing هم میگیره میشه running. ما در حال دویدن هستیم همین الان. باز اینجا گفته پایینش they are running. ما از دور داریم اونا رو میبینیم پس میشه they اونا. اونها. they are running. اونها در حال دویدن هستن. they aren't walking. این جمله منفیش. اونها در حال راه رفتن نیستن همین الان. they aren't walking. they are running. اونا دارن میدوئن همین الان. در حال راه رفتن که نیستن. پس not میاریم توی جملمون. این پایینم که اومده توضیح داده فرمول و present continuous am is are doing eating running writing etc. و این جدول هم گفته I am برای he she و it is میاریم you we و they are میاریم که اگه خواستیم جمله رو منفی کنیم میتونیم از not هم استفاده بکنیم. مثالاشو با هم بررسی کنیم. I'm working. I am working. work به معنای کار کردن. من در حال کار کردن هستم. کی همین الان. I am working. I am not watching TV. I am not رو که ببینیم جمله چیه؟ منفیه. I am not watching TV. من در حال تلویزیون تماشا کردن نیستم. من تلویزیون تماشا نمی کنم. کی همین الان در همین لحظه. گفتم بعد ing میتونین چیزای مختلف بیارین. اینجا مثلا TV رو آورده. جمله بعدی Maria is reading a newspaper. ماریا اسمه. ریشه ماریا چی؟ اگه مثلا بچه ها to be رو بهتون نداده بود am is are رو نداده بود و شما موندین که چی باید استفاده کنین یا اصلا تو جمله سازی دیگه شما قراره یاد بگیرین صحبت کنین. ریشه ماریا چیه؟ ماریا اسم دختره و وقتی داریم اسمشو میگیم یعنی اون اینجا نیست. شما با کسی که رو در روه که میگی تو، درسته؟ یا حالا تو فارسی بخوان احترام بذارن میگن شما. به کسی که نیست اسمشو میگیم دیگه. پس میفهمیم ریشه ماریا شیه. she تو بیش چی میاد؟ is. she is reading a newspaper. یا ماریا subject مونه، is to be مونه، read verb مونه، ing هم داره آخرش و ادامه جمله a newspaper به معنای روزنامه. ماریا در حال خوندن روزنامه است. she isn't eating. is و not خلاصه شدن و شدن isn't. eating هم که به معنای خوردن. یا جلوش گفته or she's not eating. یادتون میاد گفتیم یا subject رو میتونی با to be خلاصه کنی یا to be رو با not خلاصه کنی اگر جمله منفی باشه. اگه مثبت باشه که اصلا not نداریم، ولی اگه منفی باشه دو تا حالت خلاصه داری. یا میتونی بگی she's not eating یا میتونی بگی she isn't eating. فرقی نداره. ولی اگه مثبت بود چون not نداریم فقط میتونی بگی she's. بعدی the bus is coming. bus یعنی اتوبوس. is to be am is are. come به معنای اومدن و ing هم به آخرش اضافه میشه. coming. the bus is coming. اتوبوس داره میاد. در حال اومدن همین الان. یعنی تو راهه. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اون در حال اومدنه. we're having dinner. we are که تبدیل شده به were. having have به معنای داشتن که البته برای غذا به معنای صرف کردن یا خوردنه. اینجا معنی eating میده. we're having dinner. dinner چیه؟ breakfast. lunch dinner. breakfast صبحونه، lunch نهار، dinner شام. we're having dinner. ما داریم شام میخوریم. ما داریم شام رو صرف میکنیم. کی؟ همین الان. you're not listening to me. you are not listening to me. اینجا you با are خلاصه کرده. you're not listening. listen به معنای گوش کردن. to me به من. you're not listening to me. تو به من گوش نمی کنی. الان گوشت با من نیست. همین الان دیگه. یا گفته you aren't. to be و not رو با هم خلاصه کرده. وگرنه جملهشون یکیه. هیچ تفاوتی در معنی هم نداره براتون. The children are doing their homeworks. اینجا the children به معنای بچه ها. یه دونش میشه child بچه. children بچه ها are. بچه ها دارن. ریشه children چیه؟ they are یا the children are doing their homeworks. homework هاشونو دارن انجام میدن. در حال انجام دادن تکالیفشون هستن. تکالیف خونهشون هستن. بریم سراغ بخش B. am is are plus ing. Something is happening now. دقیقا همین الان گفتیم دیگه. ببینید اینجا یه تایملاین داده بهتون. past, now, future.
حالا now هم present هم هست، یعنی حال حاضر، همین الان. I'm working. من همین الان دارم کار انجام میدم. She's wearing a hat. بچه یه نکته راجع به پوشاک. زمانی که میخوایم راجع به لباسهای یه نفر تعریف کنیم، یعنی مثلا بگیم اون چه میدونم یه لباس قهوه‌ای تنشه، میگیم She's wearing a brown shirt. Wearing یعنی چی؟ یعنی wear به معنای پوشیدن. و زمانی که میگیم wearing یعنی الان اون لباسه تنشه، اون کلاه سرشه، اون عینک رو صورتشه. چون داریم راجع به همین الان صحبت میکنیم. مثلا با دوستت قرار گذاشتی توی مکان شلوغ، دوستت بهت میگه کجایی، زنگ میزنه بهت میگه کجایی، میگی I'm wearing a black hat and a yellow shirt. من یه کلاه بلک سرمه، کلاه مشکی سرمه و a yellow shirt، یه لباس زرد. پس برای پوشاک از wear و ing استفاده کنیم، یعنی در همون لحظه اون لباسا تنشه. They are playing baseball. اونها they are شده they're playing در حال بازی کردن بیسبال هستن همین الان. I'm not watching TV. I'm not watching TV. من در حال تماشای تلویزیون نیستم. همین الان تلویزیون تماشا نمی کنم. مثال پایینی. Please be quiet. I'm working. Please be quiet. لطفا ساکت باشید. I'm working. من در حال انجام کار هستم. که اینجا گفته I'm working now. now منظورش حال حاضره. من الان دارم کار میکنم. Look there, Sarah. اونجا رو نگاه کن سارا. There, this. اینا رو قبلا توضیح دادم بهتون تو درس قبلی. اگر هنوز مسلط نیستید یه سر بهشون بزنید. She's wearing a brown coat. She is wearing a brown coat. اون یه کت قهوه‌ای تنش کرده. الان یه کت قهوه‌ای تنشه. Where are the children? بچه ها کجان؟ WH question رو هم توضیح دادم. They are playing in the park. They are اونها playing in the park در حال بازی کردن توی پارک هستن. اینجا گفته on the phone یعنی منظورش پشت تلفن یا زمانی که داری با تلفن صحبت میکنی. We are having dinner now. Can I call you later? اون دوستت که همیشه سر شام زنگ میزنه، ای خدا گلوشو بگیر خفش کنی بابا بذار غذامون رو بخوریم. We are having dinner now. Can I call you later? میتونم بعدم بهت زنگ بزنم. You can turn off the TV. I'm not watching it. You can turn off the TV. میتونی تلویزیون رو خاموش کنی. این بچه جملات قبل و بعدش خیلی مهم نیست. مهم اینه که فعلا همین present continuous رو قشنگ خوب درکش بکنید. اگه تو معنی این کلمات قبل و بعدش موندید اصلا استرس و نگرانی نداره. I'm not watching it. من تماشاش نمی کنم. من در حال تماشای اون الان نیستم. It منظورش چیه؟ همون تیویه دیگه. تیوی بی جان دیگه. ریشه تیوی چیه؟ It. بچه یه بخش این پایین داره. مثلا زده چی؟ come. ایش پاک میشه و تبدیل میشه به چی؟ ing. coming. ایش کلن پاک میشه. right. اینجا هم همینطور. اینجا هم ایش پاک میشه و تبدیل میشه به ing. dance به معنی رقصیدن. این هم ایش پاک میشه و تبدیل میشه به ing. پس اگر وربی آخرش ای داشت و خواستیم به حالت حال استمراری درش بیاریم، اون ای پاک میشه و پشت سرش ing به صورت چسبیده به فعل اضافه میشه. اینجا هم ببینید run تبدیل شده به چی؟ running. sit تبدیل شده به sitting. 2 تا تی اضافه شده بهش. اول یه دونه تی داشت بعدش 2 تا تی. swim اینجا هم m 2 تا میشه double m. swimming. مثال آخرم مثال lie هستش. lie به معنای دروغ گفتن یا دراز کشیدنه. ببینید تبدیل شده به lying. اصلا وای گرفته. اینجا یه ای داریم گفتیم ای که پاک میشه. یادتون میاد lie 1 سیلابیه، یک بخشیه و ای داره آخرش. ای که پاک میشه. اگر آی پشت ای بود تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وای. مثل چه حرفی؟ مثل die به معنای مردن، کشته شدن. die زمانی که میخوایم ing به تهش اضافه کنیم میشه dying. dying یعنی در حال مردن.
بخش اکسرسایز یا تمرین‌ها هم که قبلا بهتون توضیح دادم مسئله کپی رایت یوتیوب رو خودتون حتما انجام بدین. اگر سوالی داشتید داخل کامنت ها بنویسید، حتما تا حد امکان جوابتون رو میدم. به زودی درس 4 رو هم آپلود میکنم براتون. حتما تمرین تو خونه داشته باشید. ممنونم که تا آخر همراه من بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی فعلا